همینطور عزیز خیلی وقت شد از لیمون خونه گرم خونم نوار نپرتفتم به شما. بازی پیشنهاد میکنم به شما میوه های سیتروسی رو. این میوهی که در اکران میبینید این پامیلا میباشد. بینهایت کلان شده رفت. اینو بینید اینش چقدر شروست. بچه دفته شد. اینو بینید پامیلا رو اکنون نمیدونم من نخوردم لیکن در بازار یک دونه 60 سومون میفروشن. میبینیم چه خیلی میشود. این بود پامیلا پیوندی سالی گذشته. تاگش بسیار بستگی منه پورپ پامیلا و میگردیم و اپیلسین ها میبیم. اپیلسین های من پیوندی در لیمون پیوند کرده شده است. امسال نتیجهش رو میبینیم چه شیرین است تروش است. با شما گپ میزنیم. اینش یک تا ماندارین بستگی بگونم ماندارین میده حکو است که دیگه کلان نمیشود. میده حک میستد برای که برگوش بینید میده میده چه یک دونه بستگی. این طرف میبینیم دستی بودو کلان شده رفت. میوه دستی بودو روکا بودی عجیبه. انخیل اینش کمکوات بست است. دیر با گل کرد. خیلی تو تیره ما میپزد. خدا خواهد کمکوات میخوریم. های این لیمون ها با شما معلوم اینش گریپ فروت است. اینو بینید اینش هم چینی همون وحشت است. پامیلا گریپ فروت رو بینید تگی برده و جوشتگی خوب. چورتا پنج تا گریپ فروت دست است. لیمون چه ها کلاشون خم شده شده است. برو که وزبین شد خم می شود. ولی زرد شود بعد این درون این بزیب می شود. اینه زرد شود بعد بزیب می شود درون این. ماندارین بینهایت ماندارین با مزه است. های خدا خواهد میبینیم نتیجهش رو با شما نشان میدیم. این لیمون ها است. پر لیمون است که در بوری حشرات میگم منه تورتنک کنه خورده است. اینو دورو کدن در کار من اینو رم خورده است. این ضررش رو میرسوند. ماندارین چا این رو ورتیمیک زدن در کار. ورتیمیک زنید اگر همش رو میکشید. یک 3 مرتبه در 10 روز زنید اگر میکشید. انم دورن عزیز این بود نوار از داخلی لیمون خونه لیمون چه ها کلان شده استادن. در پناه خدا باشید.